هفته خبر تو خبر داره براتون. از سر رفتن آش بحران ها تو دیگ ولایت و قلقل دلواپسان نظام بعد از قدم زدن ظریف و جان کری. ببینید چه گلوی پاره میکنه این شیخ عربده کش. بعد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره. آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه؟ ملت ایران در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره. من جواد ظریفم که آخر بندبازی و دوز و کلکه برای ماستمالی قضیه رفت تو کار بلوف کشکی و تهدید دوغکی. اگر کنگره آمریکا تحریم‌هایی رو ضد ایران اعمال بکنه، مجلس ایران هم با تصویب طرحی دولت رو به افزایش میزان غنیسازی مکلف خواهد کرد. هر احتمالی برای مقابله با اقدام کنگره آمریکا مطرحه. برو ببینم بابا، این فیگورای بلوف زدنت خیلی مصنوعی بود. اگر میخوای فیلم بازی کنی لااقل مثل این هاپوه طبیعی بازی کن. Stella, you wanna go bang. اما از این بازی‌ها که بگذریم میرسیم به خبرها، یعنی پیام مرجع تقلید بسیجیان خارج از کشور به جوانهای اروپا و آمریکا. اونم تو کجا؟ تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که واسه جوانای ایران ممنوعه. پیامی برای بیدار کردن حس پرسشگری. مخاطب پیامی که دیشب برای اولین بار با امضای سید علی خامنه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، جوانان جویای حقیقت در اروپا و آمریکای شمالی بودند. پرسش اساسی: از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ بله، تیویریش هم که دید عظما از پای منقل داره واسه بقیه پیام بیدار باش میفرسته، سریع دست به کار شد و شروع کرد به باد زدن زغالای نیمپز ولایت. پیام در جای مختلف منتشر شده، افراد دارن کم کم بهش عکس‌العمل‌های خودشون نشون میدن. ما داریم میبینیم که کامنت های خیلی زیادی مردم دارن میذارن. خود پرس تیوی هم که این رو ما قرار دادیم روی صفحه به شدت این ریتوییت شد و همچنین در فیسبوک خیلی لایک گرفت و افراد زیادی کامنت گذاشتن. این کامنت ها حالا بسیار برای ما هم جالب بود. رسانه‌هایی که در شوک هستند چون این سابقه نداشته که رهبر کشور چنین پیام به این مهمی رو به یک قسمت اعظمی از افرادی که شاید آینده غرب در دستشون هست بفرسته. چی شد؟ مگه توییتر و فیسبوک رسانه‌های استکباری نبودن؟ حالا که به سید علی رسید لایک گرفتن مجاز شد ها؟ علی گدا اومد دوباره یه توری بندازه که چیزی عایدش بشه، ولی مثل همیشه بز آورد. یکی دیگه از ابتکارات ولی فقیه برای خلاصی از این وضعیت پتال انتشار کتاب، اونم تو نیویورک بود. کتاب چی؟ کتاب دستورالعمل تهیه بمب و موشک زیر عنوان صلح جهانی. کتاب ترجمه دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در نیویورک رونمایی شد. در این کتاب دیدگاه رهبر انقلاب درباره فلسفه الهیات اسلامی و رویه صلح جهانی به زبان انگلیسی منتشر شده. مؤلف کتاب گفت در نظر دارد نسخه‌ای از اثرش را برای اوباما و جان کری ارسال کند. نشون میده که رهبر ایران راه توجه و نظرش راجع به جهان یه نظر صلح و همکاری است. عظما در حالی رفته تو کار صادرات دیدگاه که تو داخل با همون دیدگاه نمیتونه بسیجیاشو نگه داره. به همین دلیل
هر روز این آبگورگی رو میارن که دلش از ریزش بسیجی ها کباب شده. اینقدر این پدرها مادرها به یه روزخانی مثل من میرسن، میگن برای جوانان دعا کن، برای جوانان دعا کن، برای جوانان دعا کن. آقا مگه با جز شما کسی داریم؟ طبیب جوانهای شما، طبیب جوانهای ما شمایید، طبیب دلهای ما شمایید، دادرس ما شمایید، فریادرس ما شمایید. نذارید بچه‌های ما رو گرگا ببره، نذارید این دختران و پسران ما سرگردان بمانند. مشنگستان این هفته رو با یه ایده ولایی در راستای مقاومت اقتصادی شروع میکنیم. بعد از فشار تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت دیگه تو مسابقات ورزشی به جای مدال طلا و نقره مدال گوسفند و بوقلمون میدن. یکی دو هفته پیش گفتیم ظاهراً با توجه به شیب البته ملایم افزایش قیمت ارزاق عمومی تازگی‌ها مد شده در بعضی مسابقه ها به برنده ها گوشت و مرغ و از اینجور چیزا جایزه میدن. اینم یه نمونه جدید. نفرات اول یک رز گوچ و نفرات سوم یک رز بره اهدا خواهد شد. جایزه ورزشی که این باشه، طرح لباس ورزشی هم میشه این دلقک خمینی که تو مکتب مشنگیسم برای خودش صاحب سبکه. گفتم که این لباسی که ورزشکاران پوشن و وزنه بالا میکنن میچسبه به بدنشون، ولی یه سانت دو سانت گشادتر بشه که تنگ نیافتن تو بدنشون. گفت که این لباس استاندارد بین المللیه. گفتم ببین اسرائیل 60 سال قوانین بین الملل زیر پا میذاره، شما یه سانت تنبون میخوای گشاد کنی؟ میترسی؟ آیت الله دیزاینر یا همون غلام مشکی تقدیم میکنن. خواص رنگ مشکی پوشش مقامات نظام چیه؟ که حالا کراهتیش که بله، خب رنگ مشکی به طور کلی کراهت داره. شاید یکی از دلایل کراهتش هم همین بعد اجتماعی و روانشناختی قضیه است. یه بحث هم هستش که میگن که به هر حال ممکنه مشکل بیاره افسردگی، یعنی بعد اجتماعیشو نگاه میکنن، بعضی هم بعد سیاسیشو نگاه میکنن. درست. اما از اونجایی که بهترین سنگینترین رنگ برای پوشش چادر خانم ها رنگ مشکیه که هیچ گونه جذابیتی ایجاد نمیکنه و جلب توجهی نمیکنه، یعنی سنگینترین و به این استثناء شده. و حالا یک گفتگوی داغ درباره مهمترین مباحث داخلی و منطقه‌ای و بین المللی با شرکت حجت الاسلام گلابی. حاجی آقا چقدر باعث خنده اطرافیانتون میشین؟ سمفونی درونم همیشه خندانه، هرچند که آفتاب مانع بشه که این اخم‌ها از هم باز بشه. شما مسواکتون چه رنگیه؟ سفید. سفید. بله. یه دست سفیده؟ یه دست. آفرین. از کجا گرفتین؟ بعیدی همچین مسواک من ندیدم اصلا. براتون میخوام. ممنون میشم. اما مشنگستان بدون این آخوندتانگه کامل نمیشه. این مشنگ غارنشین این بار هم دست کرد تو خورجین دین فروشی تا با رو کردن یه فتوای بنجل راه بالا کشیدن حقوق زنا رو به همریشای خودش یاد بده. خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. تنها کاری که میشه با این جماعت تاریخ در رفته کرد اینه که به زودی سوتشون کرد تو زباله‌دون تاریخ. اونایی که در رابطه با غلظت دموکراسی تو نظام ولایت دوچار شک و شبهه‌ای هستن لطفاً به حرفای این بسیجی دهنگشاد گوش کنن. چند راه حل ولایی برای برخورد با مخالفان. مردمی که مخالف شما هستند
مخالف ما منظورتون چی؟ مخالف ایدئولوژی شما هستن. خب با اون چی کار میکنن؟ 3 راه داره. 3 تا راه. یا خفه بشن، یا گمشن از کشور برن بیرون، یا برن زندان. این 3 تا راهو بهشون میداریم. حالا این خبرنگار هلندی شاید ندونه، اما جوانای ایرانی خوب یادشونه که تو قیام 88 همین بسیجی‌ها چطور دنبال سوراخ موش میگشتن و با پخه قاز فلنگو میبستن. Надо страшное видео снимать. Не, подожди, не гони их туда, на Кубрузу надо гнать. Собственно, я. Да пошел! Блядь, иди нахуй! Ебал! Блядь! تیوی ریش یا بهتر بگیم سوتی ریش این هفته هم رکورد زد. رهبر سابق حزب دموکرات فرانسه در گفتگو با شبکه NBC گفته مهاجمان پاریس رو نباید تروریست های مسلمان خوند. هوارد دین گفته داعشی ها هیچ احترامی برای هیچ کس در زندگی قائل نیستند و این اصلا چیزی نیست که قرآن میگه. رهبر سابق حزب دموکرات فرانسه در واکنش به تحرکات نژاد پرستانه و ضد اسلامی اولا هاوارد دین آمریکایی نه فرانسوی، ثانیاً فرانسه اصلا حزب دموکرات نداره. بگذاریم بریم ببینیم وقتی تیوی ریش میخواد خبر به درک واصل شدن یه پاسدار تروریست رو به بیننده هاش غالب کنه چه سوتی به بار میاره. شهید الله دادی در مأموریت مستشاری در جغرافیای مقاومت در قنیطریه سوریه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. برای اینکه بسیجی‌ها تو این اوضاع و احوال تحریمی خوب در جریان وضعیت مزاجی ولی فقیه قرار بگیرن، تیوی ریش دست به کار شده و توی نمایش 2 نفره یه تصویری از اندرونی ولایت ارائه کرده. درد داری؟ از داشتنی ها فقط همین یه قلمو دارم. آره درد دارم. دردم هم اقتصادیه. مگه اقتصادم درد داره؟ اقتصادم درد داره. اقتصاد مقوله پیچیده ایه. با بعضیا هست، با بعضیا نیست. روده هام انگار داره به هم میپیچه. به نظر تو پیچ معده چه ربطی به اقتصاد داره؟ در پایان توجه شما رو به یه مدل عجیب از شادی دعوت میکنیم. وقتی که کسی از خوشحالی رو پاش بند نباشه چطوری میشه؟ فقط این جور خوشحالی ها به هیچ کس توصیه نمیشه، چون میتونه برای سایرین بدحالی ایجاد کنه.